خانواده ثروتمند بر بلوک دشتی مسلط شد و برادران کار ادموند درموند رو دیدیم، یک کار بسیار عالی که نشون دهنده آداب و رسوم و یک سری سنت‌هایی بود که در شهرستان دشتی شاید طی سالیان دراز وجود داشته و ما همه این سنت‌ها رو با موسیقی‌های خاص خودش دیدیم و لذت بردیم. ادموند درموند روایت دشتی و مردمان با صفای دشتی است، قلم و کارگردانی احسان کدخدایی عزیز. روایتی که توسط محمد صادق بهزادی عزیز به زیبایی اجرا میشه و دوستانمون در گروه موسیقی این روایت رو همراهی میکنن که این قطعه هنری زیبا را زیباتر و دلنشینتر میکنه برای مخاطبین. ما الان یه نمایشی رو دیدیم که من به جد میگم یک سبک و سیاق جدید میتونه باشه توی استانمون و این خیلی خوب میتونه کمک کنه به حوزه تئاتر استان و کشور. خیلی برای من زیبا بود که با یک اثر نمایشی که من به جد میگم تأکید کارگردان بر تئاتر نیست بلکه بر آموزش یک سری مفاهیمی است که سال متاسفانه به فراموشی سپرده شده. نمایش ادموند درموند پیشنهاد میکنم، کمتر شده یا اصلا اتفاق نیفتاده که بخوام برای اجرایی در واقع درخواست کنم که دوستان بیان، ولی پیشنهاد میکنم یه اجرا رو دست بدن. حتما ببینید این اجرا رو، هرچند که یک نمایش کلازت و یک نمایش خواندنی است، یک نمایش رادیویی است، ولی قابلیت دیدن داره و بسیار زیباست. امشب افتخار اینو داشتیم که در خدمت عزیزان دلمون، هنرمندان پرتلاش شهر خرموش باشیم با اجرای نمایش ادموند درموند. بسیار بسیار لذت بردیم و سبا بر بحث این که کار بسیار خوب و لذت بخشی هستش، من پیشنهاد میکنم حتما پیگیر باشید. اگر شنیدین تو نزدیکترین سالن، نزدیکترین شهر که بناس این نمایش اجرا بشه، حتما برید ببینید، خالی از لطف نیست. من واقعا از این اجرا لذت بردم. یک اجرای بی‌نقص بود. من خداییش جاهایی رو که روایت می‌کردن حتی تو شهرستان دشتی هم هست، ولی من تا حالا واسه اولین بارم سفر نکردم، ولی بیشتر علاقه‌مند شدم که واسه اولین بارم که شده برم. این اجرا خیلی اجرای فوق‌العاده‌ای بود و دیدن یک روایتی متفاوت از تئاتر برای من خیلی لذت بخش بود. این نوشتار خوب، این تجربه‌ای که به حال نویسنده داشته تو این کار واقعاً ارزشمند بود، واقعاً عمیق بود و بسیار خودمونی دوست داشتنی بود. اجرای بسیار خوب بود، واقعا عالی بود، لذت بردیم. با تکنیک و شگرد آقای کدخدایی ما رو همراه کرد به فرهنگ و علوم شهرستان دشتی، واقعا خیلی لذت بردیم. و این یک کار جدید در راستای هنر در شهرستان دشتی است که واقعا پتانسیل شهرستان دشتی از این چیزی بالاتر است. یعنی ولی امروزه می‌بینیم که جوانانی خودجوش برخواستن از خاک غیورمند دشتی و هنر رو دگرگون کردن.